امروز انور ناوی کریمی در ولایت و بیرون از آن جای و مقام خاص را پیدا کرده است. در موسم سردی ها بخصوص زمستان چه کارها را انجام بخشیدند تا نهال انار را سرد نزند؟ سرشوی تیرماه ماهای نویبر ما را زمین دا خواب کردگی بودیم برای از آفت‌های طبیعی نگاه داشتن. خب چرا پری خاک کرده است نوگی همین با موندیم. بالای اینا با شعله پای که آوردگی بودیم болоша шолепай қати маҳкам кардем. Ина моҳи феврал дуромад шодем болоша. Ана қомача рост кардем. Ана ҳозир ҳамун шохаҳое ки ба якдигар часпидагӣ ҳастанд, инора мо васеъ карда истодем. Анорпарварон фарзандони ин хонадон дар иҷроиши барномаи рушди анорпарварӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳиссагузор буда, соли 2025 беш аз 10,000 ниҳоли анори нави каримиро برای دسترسی بنیادکنندگان انارباغ‌ها و اهالی گردانیدن بران مانده به نتیجه های دلخواه نائل گردیدند. نهال انار هر سال چون دیگر نهالان به شکل درآورده می شود. بریش سری وقتی با موقع و شکل ضروری نهال انار نسبت به دیگر درختان فرق کننده بوده نازکی های خود را دارد. انار ناوی کریمی میوه شهدبار، بازارگیر و شفابخش بوده. سال تا سال مزاجان این نوع انار زیاد می‌گردند. حتی نهال و میوه‌های آن را به نمایشگاه‌های سطحی بلند دسترس نموده با این نوع انار تاجیکستان را معرفی‌گر میباشند. در برابر این عالمان دانشگاه اگراری تاجیکستان، اکادمی علم‌های کشاورزی جمهوری، فیلیالی انستیتوت زراعتکاری با دهقانان اصیل جیهانی همکاری زیست داشته نوع انار کریمی را بهترین نوع در جمهوری ارزیابی می‌دارند. بابای کریم بوطیف و فرزندانی او آرزو دارند که ناوی کریمی در تمام جمهوری پهن گردد، انارباغ‌های نمونوی ارض هستی نمایند و ما با میوه‌های شادبار ناوی کریمی وطن خود را معرفی نماییم و بازارهای استعمالی را ارزانی و فراوانی گردانیم. برای رسیدن به این هدف در نزد خویش مقصد گذاشتند که سال 2026 بیش از 15,000 بیخ نهال انار ناوی کریمی را پیشنهاد بنیاد کنندگان انارباغ‌ها گردانند. پرورش انارباغ‌ها با اجرایش برنامه رشد انارپروری در جمهوری تاجیکستان زمینه با اعتماد می‌گذارد.